هورینیسا سیدعلیوه ساکن 72 ساله دهه خداس ناحیه اشت از حساب نفقه‌اش در این دهه پول ماشین گذر ساخته است. این پیرزن بیش از 40 سال در خواجگی دهقانی دهات کار کرده و کمی بیشتر از 500 سامانی نفقه میگیرد. وی همراه شوهرش نیت داشت با مبلغ جمع کردهش سفری حج کنند، ولی 3 سال پیش شوهرش از بیماری سرطان درگذشت و نقشه هایشان نااجرا شده ماند. اکنون بعد سر خواجینم تا وقتی که بابایشان نرفتم با من حج در کار گفتم همون مابین قبرستان های مابین این کوپری که حولی مای قبرستان شد همون قبرستان گرداش تازه کرد برق کردم سونی من گفتم بیا اکنون نروم گفتم همین جای ساخته نهرکشه کردم. در عرفه عید نوروز پلی درازیش 6 متر و برش 3 متر در این دهه باز شد. این زن خیرخواه برای بنیاد این پل بیش از 30,000 سامانی خرج کرده است. این پل که راه ساکنان دهه را با قبرستان قدیمه و بزرگ دهه پیوند می سازد چند سال پیش شکسته بود. از اول به همینجا مرده گذر همین راه کوپرو بود. کوپرو سال 2016 سیل آمده گرفته برفت میره. همون که یک تخت ساخته ماندگی بودن هم تو آدم میگذشته و سونی یک وقت مرده گذشته بینه توضیح این وشو دسال قیشت کوپرو کما هم که ماندن. هورینیسا سیدعلیوه زمان شوروی در خواجگی دهقانی کلرین ناحیه اشت از پیشقدمان کالخوز بود و در موسم غنچینی پخته تا 13 تانه پخته میچید. تا سالهای اول صاحب استقلالی تاجیکستان چند دفعه وکیل محلی و ولایتی نیز بوده است. در عوض مهنت‌هایش جایزه بیرق سرخ و شرف مهنت را صاحب گشته برای فعالیت پرثمره کالخوزچی‌اش به او عنوان سابقه‌دار مهنت را دادند. پول آمد گفته خویران گفته بهوده صرف نکردم و من جمع کردم. بعد از ساختن سونی فرزندان فهمید من باور کرد اپسرم پرسید که بعد از ساختن سونی فهمید و ها خیال میکنن ممکن میتونن ممکن نیست زغ میشن ابی جا همون من به فرزندانم نگفتم بعد از پوشیدن بس سونی. این سابقه داری کار میگوید بغیر از نفقه در عید و جشنها گاه مکافات پولی نیز میگیرد و در آینده نیت دارد در آبادی مکتب دهه نیز سهم خود را گذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.